بارداری فرزانه ناز در دبی که اصلا باورتان نمی شود و دلیل گریه های فرزانه ناز چی بوده است؟ افشای رازهای پشت پرده زندگی فرزانه ناز در دبی و خداحافظی فرزانه ناز برای همیشه از هنر موسیقی. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای عضو شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. فرزانه ناز یکی از چهره‌های مشهور و سرشناس بالخصوص در صفحات مجازی افغانستان این روزها تیک تاک می باشد. فرزانه هرچند هنرمند خیلی خوب کشور بود، مدت کوتاهی به هنر آوازخوانی آغاز کرد و خیلی زود هم رشد کرد، اما به دلیل نامعلوم فرزانه دیگر به کارهای هنریش نپرداخت. وی آرزو داشت دختر سینما شود، ولی به این آرزوش نرسید و همیشه مشغول صفحات مجازی بالخصوص تیک تاک و اینستاگرامش می باشد. وی درآمد خیلی خوبی از صفحات مجازیش داشته است و حمایت فراوانی از طرف مردم افغانستان هم شده است. فرزانه ناز در دبی زندگی می کند. چند می شود تصاویرش در صفحات مجازی نشر شده است که وی باردار است، اما معلوم نیست پدر این طفل کی است. اما فرزانه بارها در صفحات مجازی ابراز کرده است با دوست پسران ایندی دوست بوده است و قرار است با یکی از آنها ازدواج کند، اما تاکنون فرزانه ازدواج نکرده است و همیشه در صفحات مجازیش از دوستان و طرفدارانش طلب دعا و نیایش و کمک کرده است. فرزانه معلوم نیست در دبی از طرف چی کسان حمایت می شود، ولی زندگی خیلی خوبی داشته است. من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای فرزانه ناز از بارگاه عزت الایزال تمنا دارم. عزیزان و دوستان نهایت خوب کانال دنیا اینفو، برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.